سالی که ما قهرمان شدیم تو جام حذفی آقای میثاقی، من استرس شبا نمیخوابیدم. به خدا خودم مدیون میدونم. یعنی ما اگه قهرمان نمیشدیم باور امکان نداشت من تیم استقلال دوباره امضا میکردم بازی میکردم. میرفتیم. اصلا گفته بودم. اصلا امکان نداشت. این هوادار من چجوری تو صورتش دیگه نگاه میکردم. هواداری که پارسال آقای میثاقی نمیتونی قهرمانی برای هواداره. جون و دلشو برای تیم گذاشت. تیم بودیم که تو آسیا صعود کردیم، سرم بالاه. یعنی از اسم استقلال تو آسیا دفاع شد پارسال با اون شرایط بعد. من روزی که میام تو دفتر استقلال قسم میخورم، اون قسمه پوشش ماها فکر بوده، سالها این تو ذهن من مرور میشده. من تو این دنیا قراره چقدر زندگی کنم؟ وقتی میتونم دل 30 میلیون هوادار استقلال شاد کنم، چرا این کارو نکنم؟ من کنار هوادار استقلال هر روز تمرینم دارم عشق میکنم. آقای میثاقی یه جوری به من عشق کردن، یه جوری به من دوست داشتن برای من تعریف کردن که من تو زمین واقعا بعضی وقتا جون ندارم بدوام، ولی میدوام قشنگ. از یه فینال نزدیک 14 کیلومتر، اینو گفتنش قشنگ نیست، ولی میخوام بگم که لمسشون میکنم. 14 کیلومتر 800 تو فینال جام حذفی من دویدم، یعنی واقعا حسشون میکنم. و این تیم الان من تعصبشو میکشم با تمام وجودم و واقعا دستشون رو میبوسم. آقای میثاقی با افتخار میگم هوادار بزرگ استقلال، من واقعا دوستتون دارم، واقعا جنتلمنی که اینجوری از من رامیرزیان فرزند کوچیک استقلال سربازتون اینجوری حمایت کردید. خود عاشق میکشی و تکیه بر وی میکنی سالی که ما قهرمان شدیم تو جام حذفی آقای میثاقی، من استرس شبا نمیخوابیدم. به خدا خودم مدیون میدونم. یعنی ما اگه قهرمان نمیشدیم باور امکان نداشت من تیم استقلال دوباره امضا میکردم بازی میکردم. میرفتیم. اصلا گفته بودم. اصلا امکان نداشت. این هوادار من چجوری تو صورتش دیگه نگاه میکردم؟ هواداری که پارسال آقای میثاقی نمیتونی قهرمانی برای هواداره. جون و دلشو برای تیم گذاشت. تیم بودیم که تو آسیا صعود کردیم، سرم بالاه. یعنی از اسم استقلال تو آسیا دفاع شد پارسال با اون شرایط بعد. من روزی که میام تو دفتر استقلال قسم میخورم، اون قسمه پوشش ماها فکر بوده، سالها این تو ذهن من مرور میشده. من تو این دنیا قراره چقدر زندگی کنم؟ وقتی میتونم دل 30 میلیون هوادار استقلال شاد کنم، چرا این کارو نکنم؟ من کنار هوادار استقلال هر روز تمرینم دارم عشق میکنم. آقای میثاقی یه جوری به من عشق کردن، یه جوری به من دوست داشتن برای من تعریف کردن که من تو زمین واقعا بعضی وقتا جون ندارم بدوام، ولی میدوام قشنگ. از یه فینال نزدیک 14 کیلومتر، اینو گفتنش قشنگ نیست، ولی میخوام بگم که لمسشون میکنم. 14 کیلومتر 800 تو فینال جام حذفی من دویدم، یعنی واقعا حسشون میکنم. و این تیم الان من تعصبشو میکشم با تمام وجودم و واقعا دستشون رو میبوسم. آقای میثاقی با افتخار میگم هوادار بزرگ استقلال، من واقعا دوستتون دارم، واقعا جنتلمنی که اینجوری از من رامیرزیان فرزند کوچیک استقلال سربازتون اینجوری حمایت کردید. خود عاشق میکشی و تکیه بر وی میکنی